کاسبان شهر هرات میگویند بازار فروش چادر در این شهر ماه‌های اخیر رونق یافته است. چادر بغره فعلا مدت میشه که پس حساب روش کرده، به حساب فروشی. قبلا کس وقتی جمهوریت بود کس نمیخرید، فعلا از وقتی که امارات آمده زیادتر چادر بغره میبرم، به اطراف هم میبرم، در داخل شهر هم میپوشم. قیمت یک چادر از 7 تا به 70 دلار میرسد. چادرهای گرانتر دستدوزی هستند. از هرات تا به ولایت‌های دیگری افغانستان هم میروند. چادر بغره به قندهار، هلمند، غزنی، کابل، مزار، فاریاب، علنو، اکثر ولایت‌ها چادر بغره هرات را میبرند. دوزندگانش میگویند که رونق فروش چادر به دلیل دستور طالبان برای پوشیده بودن چهره زنان و منع شدن پوشیدن لباس کوتاه است. برخی از عالمان رویه حنفی بر این نظر هستند که پنهان بودن چهره زنان حتمی نیست، اما در قانون نوی وزارت امر معروف و نهی منکر طالبان آمده است که پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضرور است. پنهان داشتن چهره زنان در دوره اول حاکمیت طالبان در میانه سالهای 90 مجبوری شد. بعد بازگشتشان به قدرت در 3 سال پیش دیگر باره طالبان دستور و قانونهای ارتجاعیشان را برقرار کردند.